یکی از المان‌ها بچه تاثیر داره توی عکس شبتون یکی از ضلع‌های مثلث نوردهیه. این ضلع رو ما توی بحث دوره مقدماتی عکاسی موبایلی بهش میپردازیم دقیقاً که آقا چی هست، چه تأثیری داره، چه کاری میخواد باشه انجام بدیم. ولی فعلا در حدی که بتونید کارتون رو راه بندازید با هم میریم توی تنظیمات گوشی و اون المان رو تغییر میدیم. حالا توی گوشه مختلف اسمش مختلفه، اینجوری بهتره. توی گوشه مختلف اسمش مختلفه. ولی توی گوشی من یه حالتی داره، فکر کنم اس نوشته اگه یادم باشه، و یک عددی هست در حقیقت یک واحدی هست از ثانیه، مثلا 1/30 ثانیه، 1/100 ثانیه و امثال اینا. و اون عدد هرچی به سمت 1 ثانیه یا نزدیکای 1 ثانیه حتی بیشتر از 1 ثانیه بره، دوربین نور بیشتری رو جذب میکنه. بهش میگن سرعت شاتر یا سرعت. در حقیقت بخوایم با هم دیگه خودمونی بخوایم بگیم مقدار زمانی که سنسور دوربین وقت داره که برای خودش نور جذب بکنه و نور دریافت بکنه. حالا اینکه چه تاثیرات دیگه داره میذاریم کنار فعلا. مثلا ببین میپردازیم که این المان رو نور چقدر بیاریم پایین و تا چه عددی تنظیمش بکنیم. من الان معمولا وقتی که با گوشی نایت مود، یعنی حالت عکاسی شب میرم عکس میگیرم، خود گوشی 1 یا 2 ثانیه یا 3 ثانیه فکر کنم تنظیمش میکنه. احتمالاً گوشی شما هم اگه نایت مود داشته باشه همین حدود 1 و 2 و 3 1 یا 2 ثانیه یا 3 ثانیه تنظیم باشه. یعنی چند 1 ثانیه فرصت داشته باشه سنسور دوربینتون نور جذب کنه، یا 2 ثانیه یا 3 ثانیه. حالا وقتی این سرعت شاتر میاد پایین تا این حد چی میشه؟ باز میشه شما هر تکونی که توی اون 1 ثانیه یا 2 ثانیه یا 3 ثانیه بیفته توی عکستون، یعنی بیفته توی دوربینتون، عکستون رو تار کنه. و همین اکثر عکسایی که توی شب میگیرید عکسای واضحی نیستن. حتی اگه تکون هم بخوره بعضی وقتا گوشی‌ها پس از هوش مصنوعی که دارن میان عکس رو یه ویرایشی میزنن و اون لحظه ازش میگیرن که باز میشه دیتیل عکس از بین بره. یعنی عکس حالت آبرنگی هم نه، یا عکس مثل این مداد شمعیا بود نقاشی می‌کنم، یه عکس اونجوری بی کیفیت، بی عمق و بی دیتیل بهتون تحویل میده. برای همین باید سعی کنیم برای اینکه عکس با کیفیتی داشته باشیم دوربین رو ثابت نگه داریم. من چون الان جایی ندارم، یعنی سپایه ندارم، یه گادریل هستش و اون رو میخوام انتخاب کنم. اگر نشد میخوام دستام رو به سینم اینجوری، من اصلا تیم برداره بچه‌ها رو نیاوردم، بعد خودم اصلا فیلم دیگه میخوام دستم رو به سینه سپر بکنم و یه حالت نگهدارنده درش وجود بیارم و این دو دستی به این شکل من بتونم و عکاسی بکنم. و بهترین حالت هم اینه که گوشی رو بزنید رو نایت مود. اگه خیلی آشنا نیستید، اگه یه مقدار می‌خواید دستی و اینا نور بیشتر تنظیم کنید، می حالت پرو با هم دیگه به حالت پرو می‌ذارین روی 1 ثانیه 2 ثانیه یا این حدودا. بریم ببینیم چقدر تصویرمون نور نیاز داره، ببینیم چه جوری شرایطمون و عکاسیمون رو شروع کنیم. مثلا چه عکسی می‌تونیم باش بگیریم. من از روی نایت مود شروع می‌کنم. بریم برق خاموش کنیم، ماشین روشن باشه که برگشتیم ماشین گرم باشه. خب من یه حالت بریم رو حالت عکاسی تا ببینیم چه چیزی میتونیم بگیریم از این صحنه. میام حالت فوتو. خوش این بالا اگه دقت بکنید، تا به چهره منو میبینین، اگه دقت بکنید این بالا علامت ماه اومده، به این معنی که رفته خودکار رو حالت نایت مود، رو حالت شب. چه جاده پر سر و صدا شلوغیه ای بابا. بچه‌ها من دستامو به سینم سپر کردم و اولین شات عکسم میخوام بگیرم. سعی میکنم ثابت قیمت ممکن باشم. بازم هست هم خیلی سرعته، ولی خب من 1 ثانیه برای من گرفت. عکس رو ببینیم. خب این عکسمونه، فکر کنم یه ویرایش روش بزنه. آره روش ویرایش زد. ببینید با هوش مصنوعی ویرایشو میزنه. خب باعث چی میشه؟ باعث میشه دیتیلتون از بین بره. تو حالت کلی قشنگ گاهی می‌بینید یه عکس مثلا بیاین اینطوری برای استوریتون بگیرید. دوباره سعی می‌کنم ثابت نگهش دارم. مثلا اینطوری برای استوری خوبه، ولی خب خیلی کیفیتش تعریفی نداره. حالا بهترشش این حالت و تو حالت پرو اینجا همین اسپیدی که گفتم، حالت اس رو روی کمتر قرار میدم، میارمش تا 1 ثانیه یا 2 ثانیه، مثلا روی 2 ثانیه قرارش میدم. بقیه چیزا اگه نیاز دارین یا بلد هستین تنظیم بکنین، ولی نیازی نیستش. دوباره مثل قبل حالا سرعت شاتر هم یعنی همون اسپید رو تعیین کردم و دکمه شاتر رو میزنم. خب بچه در حقیقت وقتی که ما
غیر نایت مود عکاسی کردیم و خودمون عکس رو گرفتیم. اون موش مستونی چون دخیل نشد دید عکس خیلی تار بود و دلیلش هم گفتم بهتون چون میخوایم جلوی سنسور رو بیشتر باز بذاریم و هرچی بتونه نور بیشتری جذب کنه برای اون عکس بهتری میتونه از شب بگیره، باعث میشه که تمام اون لحظاتی دستمون داره تکون میخوره اینطوری رو هم نورش رو ثبت بکنه، واسه یه سری نور مبهم و خیلی زیادی ثبت بکنه که واسه عکس ما تار بشه. حالا دو تا راه دارین، یا اینکه سپاهی با خودتون بیارین که ما هدفمون تو این آموزش نیستش، اگه ما حرفه‌ای دنبال کنین حالا آموزش بعدن عکاسی نجومی رو خیلی حرفه‌ای‌تر یه مینی دوره میخوام برای ثبت کنم بذارم تو اونجا میتونین دقت بکنین و نگاه بکنین و از اونجا یاد بگیرید و برید خیلی حرفه‌ای عکاسی کنین. اگه ما خودمونی عکس بگیریم بعد یه استوری در حد یه عکس شب می‌خوایم بگیرین رو نایت مود بذارین و دلیلش هم بدون اگه عکستون تار میشه به این دلیله. اگه مثلا اینجا من حقیقتاً چون خیلی سرد بود و خیلی باد زیاد بود بیرون نمیتونستم بدنم رو ثابت نگه دارم و هم میلرزیدم و هم باد دست من رو تکون میداد. اگه اون علامت زردی از تصویرم نگاه کنین دایره زرد نشون میده چقدر دوربین داره تکون میخوره. بنابراین اگه وقتی جایی هستین که میتونین بدنتون تا حدی ثابت نگه دارین، توی پارکین هوا خوبه و شرایطش رو دارین، بهترین کار اینه که برین حالت پرو عکاسی بکنین. چرا که باعث میشه شما تصویر ثابت‌تری رو بگیرید، باعث میشه شما تصویر با دیتیل بیشتری رو بگیرید و اصلا تنظیمات نورش هم دست خودتون باشه. نمیخواید شما یه تصویر بگیرید مثل روز روشن باشه. نایت مود بعضی وقتا اشکال داره که تصویری که میگیری مثل روز روشنه و خوشحال شما اینو نخواین، شاید فقط بخواید که در حد یک مقداری بهتر و روشن‌تر بگیره عکس بگیرید، نه اونقدر روشن. برای همین بهترین کار اینه که رو حالت پرو بزنید و اون اسپید رو یا اون اس رو بیاین حدود 1 ثانیه، حدود 2 ثانیه، حدود 3 ثانیه یا حتی 1/5 ثانیه، 1/10 ثانیه. اینا عدد خوبی بسته به نوری که دارید. بقیه آتو خودکار بزنید و بزنید خودش انتخاب بکنه. خب من اینجا چون خیلی من سر قله‌ایم و خیلی باد زیاد و خیلی هوا سرده، از این سوژه بعد اون میسم همون دو تا عکس ازش دارم کفایت میکنه برای من و میرم به سوژه بعدی برسم. دوست دارم به سوژه برسم که بتونم دستم رو روی سقف ماشین ثابت کنم و از اون سوژه عکس بگیرم. اینجا نمیشد، اینجا چون ارتفاعش وقتی میاد روی ماشین که از اونجا پارک نمیشه به خاطر کنار جاده است، دستم واسه روی این گاردری را بذارم خیلی احتمال میاد پایین. برای همین اینجا نمیشه این عکسو گرفت. ولی دوست دارم یک جایی به حالت پرو یک عکس ثابت خوب بگیرم تا ببینید چقدر فرق دیتیل هست بین حالت نایت مود و حالت عکاسی دستی و پرویی که میتونید انتخابش بکنید. بریم با هم دیگه سوژه بعدی رو هم ببینیم چی نصیبمون میشه. از امشب بتونید هوای سرد زمستونی درس تو پاییزیم ولی خب زمستونیه، چون من ترسناک شدم اینجوریه درس خودم. بابت کیفیت کم این ویدیو و این اتفاقاتی داره میفته شرمندم. من این دفعه دست تنها بلند شدم اومدم، نه نوری میتونم بگیرم، من فیلم برداری دارم، نه هیچی دیگه. هوام خیلی سرده حقیقتا، ولی به خاطر یادگیری شما اومدم. چقدر فداکار واقعا. بریم آقا بریم، بس دیگه اینقدر ریا شد دیگه. بریم. بچه‌ها حالا نمی‌بینین مجدداً، ولی خب یه جایی اتفاقی الان دیدم به نظرم خوب اومد برای عکاسی. این مسیری که من اومدم پایین از کوه‌ها یه حالت مارپیچ داره و تک تک جاده جاهاش هم تیربرق نور کار شده. فقط جلو ماشین معلومه دستم رو درگیرون ببینیم چرا هست شده انگار. حالا شد یه عکسی که بالاخره بهش که هر کی منو می‌بینه فکر کنه دیوونه یه چیزی هم